شمده مارس یکی دیگر از میدانهای مربوط به بازی‌های المپی است که شاید ما بیشتر از هر ورزشگاه دیگر اینجا حضور داشته باشیم. سببش هم در آن است که این تالار بر هوا بیشترین ورزشگران تاجیک را در بازی‌های المپی پاریژ 2024 میزبانی خواهد کرد. ما هم امروز همراه همه مخلصان تاجیک برای پیروز شدن امامعلی نورعلی مخلصی و هواداری کردیم. او یکمین پهلوان تاجیک بود که در این بازی‌ها وارد میدان رقابت در رشته جودو شد. در وزن 66 کیلوگرم او رقابت را از دور دوم آغاز کرده با جودوکار کشور اسرائیل براوچ شمایلوف نیرو سنجید. رقابت دو ورزشگر در وقت اساسی تنها با چند شیدا خاتمه یافته هیچ کدام نتوانستند پیروزی به دست آورند. در ادامه این دو ورزشگر برای کسب امتیاز طلایی تلاش کردند. امامعلی نورعلی با هنر خاص خودش توانست این امتیاز طلایی را از رقیب اسرائیلیش بستاند و راهش را به مرحله بعدی هموار نماید. در رقابت نوبتی حریف اصولی امامعلی نورعلی جودوکار ژاپنی و قهرمان المپی آبه هیفو می‌گردید که این دو ورزشگر در گذشته نیز رقابت‌های پرشدت و دیدنی را پیشکش مخلصان کرده بودند. در دقیقه‌های آغازین آبه از اصول ترکیبی استفاده کرده صاحب یک و ضرر شد، اما امامعلی نورعلی هم تن به شکست دادنی نبود و در مقابل نابغه جودو رقابت ارزنده و شایسته را راه اندازی کرده بود. در نفس‌های آخر نیروسنجی آبه هیفوم صاحب باز یک وزری دیگر شد و پیروز گردید و قرار بود امامعلی نورعلی در دور تسلی بخش نیروسنجی را ادامه بدهد، اما معلوم شد که آسیب جدی دیده و از میدان رقابت با کمک دیگران بیرون شد. مخلصان هم به متانت و ایستادگی امامعلی در مقابل اسطوره جودو تقویی کردند. لازم بزرگ از پهلوان تاجیک از سوی مسئولان زود به مرکز طبی برده شد و مورد معاینه قرار گرفت. هیئت تلویزیونی ورزش نیز به سراغ پهلوان تاجیک به مرکز طبی راه سپار شد. همانگونه که میدونید ورزشگری ما در داخل تالار با همراهی هیفوم آبه گشتنگیری میکرد و در نهایت در انجام کار کمی هم آسیب برداشت و حالا در مرکز طبی قرار داریم و انتظاریم که او را از آنجا بیرون بیارم و ببینیم حالت ورزشگری ما چگونه هست. آیا میتواند برای مدال های بازی المپی رقابت را ادامه بدهد و یا اینکه دکتران یا طبیبان چنین اجازه را میدهند یا نه؟ امروز نمیتواند، اما او جودوکار است و بسیار قوی است. در آینده حتما در مسابقه ها اشتراک میکند. ما باور داریم که این آسیب فعالیت او را در جودو خاتمه نمیبخشد. همینطور همان گونه که طبیب حاذق در اینجا ابراز داشتند ورزشگر ما امروز نمیتواند رقابت را ادامه بدهد و ما از یک مدال احتمالی دیگر اینجا محروم شدیم، زیرا واقعا هم امامعلی نورعلی بسیار گشتنگیری خوب داشت و چه در دور اول و چه در دور دوم که با هیفوم آبه در رقابت بود رقابت ارزنده داشت. به هر صورت آنگونه که طبیب میگوید امروز او دیگر نمیتواند رقابت کند و شاید در سالهای بعدی یا ماههای بعدی باز هم بتواند به میدانهای رقابتی بزرگ برگردد.